قیمت یه شاخه گل لاله به 3 میلیون دلار امروزی رسیده بود. امروز میخوام داستان شکلگیری قدیمی ترین حباب رو تو بازارهای سرمایه براتون تعریف کنم. حباب گل لاله قرن 17 میلادی، هلند. اون زمان هلند مبدأ شروع خیلی از اتفاقات مهم اقتصادی بوده. شکلگیری بازارهای سهام و خیلی از معانی مهم اقتصادی و در برابرش شکلگیری بحران‌های اقتصادی. هلند پر از سرمایه اون موقع طبیعتاً مردمی رو پرورش میداد که خیلی تجملگرا بودن. گل لاله یکی از مهمترین کالاهای لوکس اون دوره بوده. از ایران به عثمانی فرستاده شده بود و از عثمانی به هلند. کالای لوکسی که رفته به رفته خریداراش بیشتر میشدن و گرونتر میشد. خریداراش هم چند دسته بودن. کسایی که به عنوان خرید و فروش بهش نگاه میکردن، کسایی که به عنوان سرمایه بهش نگاه میکردن و البته کسایی که به عنوان یک کالای خیلی لوکس و تجملی بهش نگاه میکردن. دقیقاً مثل داستان بورس سال 99 که رفته به رفته سهماش داشتن گرونتر میشدن و به یه اوج تاریخی رسیده بود، در صورتی که اصلا همچین ارزشی نداشت. داستان گل لاله تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت هر شاخه گل لاله به 3 میلیون دلار امروزی رسیده بود. چند ماه بعدش توی اروپا همهگیری طاعون شروع شد و این موضوع باعث شد که دیگه کسی توی حراجیایی که برای فروش گل لاله برگزار میشد شرکت نکنه. فروشنده‌ها مجبور شدن شهر به شهر کلاه لاله رو ببرن، شاید کسی بتونه اونا رو بخره. ولی طاعون باعث شده بود که خریداری وجود نداشته باشه و سرانجام حباب گل لاله ترکید. خیلی‌ها سرمایه‌شون به باد رفت، خیلی‌ها ورشکست شدن و خیلی‌ها به خاک سیاه نشستن. حالا هدف از تعریف کردن این داستان چی بود؟ اینکه حواستون به حباب‌هایی که توی بازارها هست باشه. چه بازار طلا، چه بازار نقره و چه بازار رمزارزها. شکلگیری حباب میتونه ارزش یک کالا رو توی یه بازه زمانی مشخص به اوج تاریخی خودش برسونه و به همون سرعت ارزشش سقوط کنه. حالا من خلاصه این داستان رو بهتون گفتم. داستان کاملش تو کپشنه، توصیه میکنم حتما مطالعه کنید. پیج زلالتان هم داشته باشید، دنیای طلا رو راحت‌تر یاد بگیرید.